سلام، چطوری؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. پارسال دوست امسال آشنا. آره، من خیلی وقت نبودم ولی دلم خیلی تنگ شده بود براتون و الان خیلی خوشحالم که هستم. الان باز دوباره یکم گذشته اینجوریم که اینجوریم ولی حالا یکم بگذره درست میشم دوباره. من با دوربین حرف زدن خیلی عجیبه و تصور کنید که آدم اونجا نشسته وگرنه خیلی حس عجیبه. چه خبر؟ چطوری؟ من خوبم. یه مدتی نبودم، به چند دلیل نبودم، ولی احساس کردم که بالاخره الان توی موقعیتی هم که دلم میخواد برگردم و یه دلیل خیلی مهمش همین موضوع ویدیو امروزه. امروز میخوام براتون بگم که من رفتم نمایشگاه کتاب امسال. چه خبر بود؟ کیا رو دیدم؟ چیکارا کردم؟ چیا خریدم؟ و چیا دزدیدم؟ نه شوخی میکنم، توضیح میدم. بعد خلاصه میخوام یه حالت ولاگ تور ولی با کامنت های خودم از نمایشگاه باشه که امیدوارم براتون باحال باشه. من خودم به هم خوش گذشت، بر همین دوستم حس خوبی که اونجا داشتم و منتقل کنم بهتون. شاید طولانی بشه، بدی خوراکی، یه نوشیدنی چیزی بیارید اینجا بخورید. من در خودم شربت سکنجبین درست کردم چون خیلی گرمه. من برام سواله اگه الان که بهاره اینقدر گرمه قراره تابستون چه بلایی سرمون بیاد. خلاصه که آره، تو این ویدیو میخوام در مورد این حرف بزنم که نمایشگاه چه خبر بود و چیا خریدم و این چیزا. امیدوارم که بهتون خوش بگذره. اول بگم چرا نبودم. یه چند دلیل مهم داشت. اولش این بود که خیلی کارهای دانشگاه زیاد شد و خب من الان ترم آخرم، یه عالمه کار عملی باید تحویل بدم که در نتیجه وقت ندارم سرم بخارونم. یه دلیل مهمش این بود که کارهای دانشگاه واقعا خیلی زیاد شدن ریختن سرم. بعد میخواستم بیام سرما خوردم خیلی ناجور. بعدم این که و حالا بجز اینا یه دلیل دیگه که خیلی تاثیرگذار بود این بود که یه مدت توی حال بودم که خب الان که چی. نمیدونم، احتمالا درک کنین چی میگم دیگه. گاهی اوقات آدم میبینه که احساس میکنه که اون کاری که داره انجام میده انگار اون احساسی که قبلا بهش میداد و نداره. اون حال که چی مثلا الان، یا من چه تأثیری دارم، اون حال خوبی نیست به جورایی. یعنی من که حالا نمیخوام، یعنی من هدفم از این که تو این پیج هستم اینه که در مورد علایقم با آدمایی حرف بزنم که با من علایق مشترکی دارن، در مورد کتاب حرف بزنیم، در مورد چیزایی که دوست داریم صحبت بکنیم. و حالا من نمیخوام فرد خیلی تاثیرگذاری باشم، ولی خب همون حاله که بهم میده که احساس میکنم حالا شاید یه نفر بره با معرفی من یه کتابی بخونه و لذت ببره، خوشش بیاد، برام خیلی دوست داشتنیه. و یه مدتی از این حال دور شده بودم و بیشتر رفته بودم سمت آمار و اعداد و ارقام و ای وای یه نفر آن فالو کرد، ای وای این پست فلاپ شد، نمیدونم از این چیزا. ولی خیلی بده واقعا، به خاطر اینکه باعث میشه تو از اون هدفی که بابتش کارتو شروع کردی دور میشی و میافتی توی این شیب ناراحت کننده که همش عددا رو چک کنی، همش نگران باشی که آی فلان شد، آی فلان. این خیلی بده دیگه، این خیلی بده. چون وقتی که آدم داره دلی فعالیت میکنه، اصل مطلب همینه که تو حواست باشه که گم نشی، حواست به اون هدف خودت باشه. و من نمایشگاه که حالا دوستامو دیدم و باز توی اون جوی قرار گرفتم که یه عالمه کتاب خون دورته، انگار برام یه جور تلنگر شد که یادم بیاد که اصلا چرا من بو کارا رو راه انداختم، چرا شروع کردم به فعالیت به عنوان حالا بلاگر کتاب. و آره، خلاصه که نمایشگاه یه تلنگر بامزه شد که من یادم بیاد که چقدر پیج به هم دوستای خوبی داده و این خیلی برام جذاب بود واقعا. یعنی الان صمیمی‌ترین دوستایی که من الان دارم و به واسطه پیج و کتاب پیدا کردم. این یادآوری خیلی حس خوبی بود. بعد آره اینجوری شد که دیدم خب واقعا چه فرصتی بهتر از این که بخوام دوباره فعالیت پیج رو از سر بگیرم، به خصوص فعالیت اینجا رو، فعالیت یوتیوب که خب خیلی دوستش دارم، به این سبب که میتونم خیلی راحت حرف بزنم، خیلی طولانی تر حرف بزنم.
و آره خلاصه این ویدیو در واقع یه جور کامبکه به این بهانه که من واقعا میگم یادم اومد که اینجا برام چه ارزشی داره. حالا اگه یه موقعی دوست داشتین برام تو کامنت ها بنویسین نظرتون رو که شما چه دیدگاهی دارید نسبت به پیجایی که و آدمایی که مثل من تو این فضا فعالیت میکنن. چون من هر چند وقت یه بار خب قطعا دیدین دیگه اون موج منفی که نسبت به بلاگرهای کتاب هست، اون هر چند وقت یه بار آدمو به این فکر فرو میبره که خب من نمیخوام نگاه بدی روم باشه، نگاه اشتباهی روم باشه که فکر کنن که آی مثلا این پول میگیره میاد کتاب تبلیغ میکنه. نه واقعا، یعنی خود من شخصا اصلا اینجا میگم یه چیز برام دلی بوده. حالا درسته که باعث شده که خیلی بیشتر وارد فضای کتاب و نشر و اینا بشم، ولی در نهایت هیچ وقت واقعا نیومدم کتاب رو معرفی کنم که خودم دوست نداشتم. اگرم دوستش نداشتم حتما گفتم توی معرفیش که آقا مثلا فلان جاش خوبه، فلان جاشو من دوست نداشتم. آره خلاصه برام بنویسین نظرتون رو. دوست دارم بدونم که شما در مورد این فضا و بلاگرهای کتاب چه فکری میکنین. برام مهمه بدونم. آره خلاصه این از این مقدمه هایی که دوست داشتم بگم. من تمام تلاشمو کردم که صدای محمد نیاد، چون اونور داره تو اتاق خودش بازی میکنه و هر کاری میکنم همچنان صداش میاد. پس اگه یه موقعی صداهای شنیدین که یکی داره میگه وای و این حرفا، محمده که داره بازی میکنه. توجه نکن. حالا که اینا رو گفتم بریم براتون تعریف کنم که نمایشگاه چه خبر بود و از این. من امسال برای اولین بار دوبار رفتم نمایشگاه. بار اول که رفتم با یه گروهی از دوستای خودم رفتم، دوستای صمیمیم. بعد اون بار اصلا گوشیمو از تو کیفم در نمیبردم، نمیدونم چرا. یعنی اون روز فقط دلم میخواست برم بچرخم با بچه‌ها حرف بزنیم و اینا. اصلا اون روز هیچی ویدیو و اینا نگرفتم. یه دونه دروغ نگم یه دو سه تا عکسی گرفتم، ولی همون بود واقعا. هیچ کاری نکردم اون روز که با بچه‌ها رفته بودیم. بعد یه بار دیگه رفتم، این بار با یکی دیگه از دوستان، و اون موقع حالا ویدیو اینا گرفتم که حالا در ادامه که داریم با هم حرف بزنیم تیکه تیکه بهتون نشون میدم. و آره بار اول که رفتم که بود جمعه اولی بود اگه اشتباه نکنم که نمایشگاه دایر بود و خیلی خلوت بود. یعنی با اینکه جمعه بود و روز تعطیل بود خیلی شلوغ وحشتناک نبود. و اون روز حالا رفتیم با بچه ها چرخیدیم و اینا. من از نمایشگاه حضوری هیچی نخریدم به خاطر اینکه خیلی کتاب چاپی گرون شده و بدون بون دانشجویی و اینا واقعا خیلی گرون در میومد. یعنی الان یه کتابایی داره چاپ میشه که مثلا یه جلد کتاب 1,700 اینطوری و خیلی غم انگیزه این مسئله و بدون بون و اینا واقعا سخت بود که بخوای راحت کتاب بخری. آره خلاصه من از نمایشگاه حضوری یعنی حضوری که رفته بودم هیچی نخریدم. هرچی خرید کردم از بخش مجازی نمایشگاه خریدم که حالا اونها رو بهتون نشون میدم. ولی توی اون نمایشگاه حضوری که رفته بودیم ولی برای خودم چرت و پرت جمع کردم. نه حالا چرت و پرت که نه خدایی اصطلاح مناسبی نیست، کلی جینگول منگول جمع کردم که بهتون نشون بدم. اون دفعه اولی که رفتیم خب ما یه سری نشر توی ذهنمون داشتیم که دوست داشتیم حتما ببینیم که لیستشون کرده بودیم که هر کدوم کجا و اینا. از بخش کودک شروع کردیم رفتیم حالا به شبستان و اون بخش عمومی. بعد اولین چیزی که من برداشتم و کل بخش کودک رو با اون سپری کردم این تاجایی بود که قاصدک میداد و با سن آره با این کل نمایشگاه رو سپری کردم توی بخش کودک. البته دیگه اینقدرم تو بخش کودک با این سپری کردم.
الان یکم بیچاره تار شده، درست وای نمیسه. ببینم. آره اینجوری عبور کردم از اونجا و یعنی من و اون بچه های اونجا با هم تاج داشتیم. دلتون بسوز. آره اینو از بخش کودک برداشتم، مال کتاب های قاصدک. بعد حالا همینجور که هی رفتیم جلو، رفتیم نشرهای مختلف. اول رفتیم افق اگه درست یادم باشه و یه چیز خیلی بانمکی میداد افق. یه دونه حالت گواهی نامه است که میگه که تو عضو انجمن جودی برات امضا کردم. خیلی بانمک بود. من جودی جزو اولین کتابایی بود که به عنوان یه بچه، اولین مجموعه هایی بود که به عنوان یه بچه خوندم تموم کردم. بر همین خیلی برام شیرینه همیشه. بعد یه برادر کوچیک‌ترم داشت، خیلی کلا باهاش همزاد پنداری میکردم بابت این مسئله و خیلی دوستش داشتم واقعا. داشتم به بچه‌ام گفتم باید اینو قاب کنم بزنم به دیوار. خیلی بانمک بود. من از کتابای خیلی باحال افق خوشحالم که ترجمهش کردم. من متاسفانه تا کتاب 8 دارم اگه اشتباه نکنم. الان خیلی بیشتر ازش اومده اما من دیگه آپدیت نشدم. من متاسفانه بزرگ شدم دیگه آپدیت نکردم بقیه‌شو. و خیلی مجموعه بامزه‌ایه. اگه کتاب کودک میخونید یا بچه دور و براتون هست، حتما این مجموعه رو بذارید تو اولویتاتون. خیلی بانمک. بعد از افق یه دونه بوکمارک دیگه هم ضبط کردیم، مال کار شاهنامه شونه. خیلی اینم خوشگله. اصلا خیلی شاهنامه ها رو خوشگل زده بودن، ولی خب از همونایی بود که خیلی گرون بود ولی خب خیلی خوشگل بود بوکمارکش، واقعا دوستش داشتم خیلی زیاد. حالا این افقا مال بخش کودک بود. این کارت پستالای با مزه توی همون چیز میدادن، توی بخش بزرگسال افق میدادن که حالا اینو بعدن از اونجا گرفتن، ولی خیلی باحال بودن. پشتشون هم اینجور جای نوشتن داره و گفته که چه نقاشیه که روش چاپ شده. خیلی باحال بودن. این آلیسم اگه درست یادم باشه یکی از کارهای جدید، البته آلیس که نیست، گردوشکنه اگه اشتباه نکنم دیگه. آره که کار جدیدشونه که تازه چاپ کردن. خیلی خوشگل بود. ما تو نمایشگاه دیدیمش، خیلی قشنگ بود. بعد اینا هم کارای چیزشون بود، کارت پستالشون بود مال افق. خیلی بامزه است. افقی حالا چینگول منگول میذاره توی دستهاشون. خیلی باحال بود. اینا که نشون دادم مال بار اولی بود که ما رفتیم افق. بار دوم که با اون یکی دوستم الهه رفتیم، یه اتفاق خیلی شگفت‌انگیز افتاد. حالا اتفاق شگفت انگیزی که بار دوم افتاد این بود که من یک کتاب بسیار 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 جذابی رو توی غرفه افق هدیه گرفتم و اصلا هی به الهه میگفتم برگام هنوزم تو همون وضعیت برگام قرار دارم راستشو بخواین. ولی خب اول اینکه بگم چقدر پاکتاش بامزه است. میشد اینجوری اینو کوله پشتی بندازی پشتت. خیلی نازه واقعا. خیلی ایدهش قشنگه. حالا کتابه چی بود که من هدیه گرفتم؟ این کتاب بود. این کتاب جدید افقه، نفرین شکن و خیلی خوشگله. یعنی دارید میبینید دیگه، شما نگاه کن. اصلا واقعا پناه بر خدا. خیلی قشنگ زدنش. خیلی اوکی آروم باش. و فانتزی سیاهه، یعنی فانتزی دارکه و خب ژانر مورد علاقه منه دیگه. یعنی یکی از ژانر مورد علاقه منه. بازش کنیم. من تا الان بازش نکرده بودم، دوست داشتم ویدیو بگیرم بعد باز کنم. اصلا انقدر خوشگل چاپ کردن و اونجا خب بازش هم بود که از این پلاستیکا نداشته باشه، اصلا ورق میزدی روح جلا پیدا میکرد. خب واقعا قشنگ کار میکنه علاوه کار گرافیکی، طراحی جلداش و اینا. خیلی خوشگل. بعد من اینو جلد اصلیش هم دیدم و مال افق خیلی خوشگل تره. واقعا جز معدود دفعاتیه که آدم از کاور کتاب ترجمهش بیشتر از کاور کتاب اصلی لذت میبره. خیلی هم بوگو میده. نگاه اصلا لبه خوش نگاه.
خیلی قشنگه و واقعا نمیتونم صبر کنم واسه خوندنش. این قشنگ میره تو اولویت هام. براش کپی رایت هم دارن، چقدر جذاب. آره براش کپی رایت هم دارن، خیلی باحاله. خیلی قشنگ کار کردن، واقعا دلم میخواستش و خیلی خوشحالم الان از داشتنش. خیلی زیاد خیلی دوستش دارم بخونمش. حتما معرفیشو میذارم توی پیج، هم اینجا میذارم احتمالا، حالا اگه دوست داشته باشین هم پیج. اگه این استا رو ندارین اونجا رو فالو کنین، اونجا هم خیلی صحبت میکنیم. چیزم میتونین فالو کنین، راستی چنل تلگرام، اونجا اتفاقا خیلی بیشتر هستن، بیشتر با هم حرف میزنیم، نزدیکتره ارتباطات، اونجا کلا راحت ترم دیگه. اگه دوست داشتین هم میتونین این استا رو داشته باشین، هم چنل تلگرام و اینجا هم که هست. اینم از این. خلاصه اینم توی یعنی اینو یه کتاب دیگه که حالا بعدا نشونتون میدم، میشه 2 تا کتابی که من از دانشگاه حضوری گرفتم دیگه. بقیهش همشون چیز بوده، مجازی بوده، از بخش مجازی بود. خیلی خوشگله و قطعا در اولین فرصت معرفیشو میذارم. بعد حالا این از این. من از افق خودم هم خرید کرده بودم از بخش مجازی، اونا هم حالا که داریم در مورد افق صحبت میکنیم بهتون نشون میدم. یکیش اینه، جزیره دکتر مورو، که خیلی تعریف شنیده بودم ازش از بچه‌ها، از مجموعه افق کلاسیکه. خیلی خلاصه‌ای که ازش خوندم خیلی نزدیک بود به سلیقه من. حالا حجمش هم کمه و مال اچ.جی. ولزه، یکی از بهترین نویسنده های ژانر خودشه. خیلی اینم کنجکاوم که بخونمش در اولین فرصت. حجمش هم زیاد نیست، خیلی طول نمیکشه تموم کردنش، ولی ایدهش خیلی جالب به نظر میرسید برای من. اینو از بخش مجازی خریدم از افق و معمول افق نازنین یه عالمه باهاش جنگول منگول گذاشته که در مورد این 2 تا پیکسل بامزه گذاشته. بعد خیلی بامزه است، یعنی این کتاب کلا 180 تومنه ولی بازم باهاش از اینا گذاشتم. خیلی کارشون قشنگه. این از این. یه دسته دیگه هم که از افق داشتم که از بخش مجازی خریدم، جلد 3 یک مجموعه بسیار بسیار یه جان‌انگیزه، سیاه‌مرگ. واقعا حجمش تعجب کردم، فکر نمی‌کردم اون حجمش زیاد باشه. اینقدر نبود، نمیدونم کاغذشون رو عوض کردن ولی حجمش خیلی زیاد شده. من اینو 2 جلد قبلیشو داشتم، جلد 3 مونده بود که دیگه فرصتش پیش اومد و توی نمایشگاه خریدمش. از کتاب اول تقریبا 1/3 رو خوندم و خیلی دوست داشتم و خب فرصت نشده تمامش کنم هنوز. حالا که مجموعش کامل شد حتما تو اولین فرصتی که دستم بیاد میشینم میخونم. وسطش هم اینجوری تصویر سازی داره، خیلی بامزه است. خیلی ولی یعنی نه به این خریدای من از افق. اینم باهاش چیز میز گذاشته بودم. اینه دیگه بازمش بدون پیکسله. خیلی پیکسلاش قشنگه، سرم بزنم به کیفم. اینه بوکمارک همین کتاب زیبا جذاب دلبره. یه دونه هم 2 تا دیگه هم بوکمارک هست. یکی به سوی دریا که من کتابشو نمیشناسم ولی جالب به نظر میرسه. به سوی دریا من تحقیق میکنم در موردش. کم 1000 توی پنه. وای خیلی من این کتابم دوست دارم. اینم مال کورنلیا فونکه است، همون نویسنده مجموعه سیاه خون، سگانه فونکه. نویسندش یکیه این 2 تا کتاب با هم. اگه 1000 توی پناه نخوندین حتما بذارینش توی اولویتاتون. اصلا یکی از واقعا قشنگترین فانتزی‌های دارکیه که من تا حالا خوندم و فیلمش هم ببینید، فیلمش هم بسیار بسیار جذابه. نویسنده این کتاب کورنلیا فونکه با کارگردان فیلم با هم این کتاب رو در واقع نوشتن. محمد اگه صداش اومد. و خیلی واقعا من اول فیلمش رو دیدم و به عنوان بچه، من بچه بودم وقتی فیلمش رو دیدم، به عنوان بچه عاشقش شدم. بعداً هم که کتابش رو خوندم اصلا واقعا 10 از 10 خیلی پیشنهادش میکنم حتما. منم مال افق، نشر افقه، بگم باجم زده اگه اشتباه نکنم. من مال افق. این از خریدای افق بود. کتابایی که کلا از افق من دارم شد اینا از افق من امسال خریدم.
من هر کدوم که بخونم حتما معرفیشو میذارم توی پیج. میگه پیگی باشین. آره این از افق. بعد یکی دیگه از نشرهایی که ما خیلی دوست داشتیم بریم به سر بزنیم هوپا بود. نشر کودکان و جوانه و نشر بسیار بسیار بامزه، خیلی تمیز. یعنی من اکثر جزء نشرهاییه که من اکثر کتابایی که ازش دارم هم قدن و این خیلی غیر قابل باوره. یعنی اینقدر همیشه کتابا عطف این با اون یکی جلد دوم فرق میکنه، نه قدشون با هم فرق میکنه. اصلا واقعا این که یه نشری بیاد کتاباش هم قد باشن واقعا یه پوان مثبت خیلی مهمی به نظر میاد به حساب میشه. بعد آره خلاصه به هوپا هم رفتیم یه سر زدیم. من گفتم حضوری خرید نکردم ولی یه دونه کارت پستال بامزه گرفتیم. این کارت پستالشون اگه اشتباه نکنم مال کتاب خالیه که یه کار کودکه از این کارهای تصویری و خیلی غمگینه. حالا من خودم هنوز نخوندمش ولی حتما میخونمش قطعا. از اون کتاباییه که میره قلبتون ناراحت میکنه. غمگین مهربونه، از این حالتیه. خیلی کارت پستالش بامزه بود. یه دونه گرفتیم هر کدوممون، بامزه است. تصویر سازیش هم نوشته مریم طهماسبی، خیلی خوشگلن. حالا خود میگم خود کتابش رو هنوز ندارم ولی حتما میخونمش. این دوتا رو هم از هوپا گرفتیم که یکیش نقشه یاغیشن هاست و اون یکی نقشه ساحران باروته. میخوام بزنمشون به دیوار، هنوز فرصت نکردم. اما از بخش مجازی من از هوپا خرید کرده بودم که اینم در جهت تکمیل مجموعه است. تا من دارم بازش میکنم میتونیم حدس بزنیم چه کتابیه، ولی اینم در راستای تکمیل مجموعه خریدم و چیزی نیست جز این کتاب که جلد آخر مجموعه ساحران باروته. اینم خیلی وقت بود که قصدشو داشتم بخرم. مجموعه ساحران باروت ست کتاب اصلی داره که با این کتاب تموم میشه، اما یه سری جلد فرعی هم داره. پشتش کثیفه نداره. آره اینم از هوپا، خرید من از هوپا بود. هوپا هم همیشه یه سری جینگول منگول میذاره با کتاباش. خودکار گذاشته، یه دفترچه گذاشته، یک بانمه که دوشم خط نداره و دوتا هم بوکمارک ناناز گذاشته. برای سنم خیلی مناسب نیست ولی به هر حال قشنگه. بعد آره اینا هم بوکمارک. هوپا یه بار برای من یه پلنر کوچولو فرستاده بود، اینقدی بود، یکم بزرگتر اینقدر، و اینقدر به درد من خورد. یعنی بعد از این که من از اون پلنر هوپا استفاده کردم تازه عادت کردم که از پلنر استفاده کنم و خیلی واقعا تجربه بامزه بود. یعنی قشنگ احتمالاً خیلی همچین برداشتی نداشتن که بخواد به یکی اینقدر کمک کنه وقتی میذاشتنش توی بسه، ولی واقعا به درد من خورد، باعث شد که با پلنر خیلی آشتی کنم. الان اینم حالا ببینم چه تاثیر بزرگی قرار بذاره تو زندگی من. اینم از هوپا. بعد یه سری نشر دیگه هم که دوست داشتیم چک کنیم. یکیش نشر تندیس بود، نشر آذرباد بود. حالا در ادامه بیشتر ازشون میگم. خیلی نشر رو رفتیم سر زدیم. حالا اینا بیشتر نشرهای ژانری بودن، ادبیات ژانری بودن، ولی نشرهای که بیشتر سمت جریان اصلی کار میکنن هم رفتیم یه نگاهی انداختیم. بیتگل رو چک کردیم که من یه کتابی ازشون میخواستم ولی متاسفانه تو سایت نمایشگاه نبود، خیلی قلبم شکست. بعد دیگه بیتگل رو چک کردیم، نگاه رو چک کردیم، سالس رو چک کردیم، هرمس رو چک کردیم اگه درست یادم باشه. بعد دیگه اکثر اون نشرایی که خب خیلی
معروف ترن و شناخته شده ترن رو چک کردیم، یه سری نشرهایی که کمتر شناخته شدن رو چک کردیم، مثلا نشر وال رو کشف کردیم که خیلی نشر شیک جالبه با مزه بودن، یه سری کتابای خوبی داشتن، حالا ترجمه‌شو که قاعدتا خبر ندارم ولی به نظر نشر خیلی جالبی به نظر می اومدن. سری نشر جدید کشف کردیم. خلاصه مون رو چک کردیم که من خیلی کتاب دارم ازشون، بگن نشرهای مورد علاقه محسوب میشه و یه بوکمارک هم از اونجا گرفتم. نوشته قهرمانمون توی آینه است. خیلی نشر بانمکیه. نشر مون هم نشر شیک تمیزه، از اون نشرهایی که حال خوبی میده به آدم. بعد نشر برج رو چک کردیم. که از اونجا هم یه 3-4 تا بوکمارک گرفتیم که من یکیشو گذاشتم لای یه کتابی که دارم میخونم، ولی اون 3 تایی که الان اینجا هن ایناست. خیلی باحالن، خیلی تصویراش جالبه. بعد پشتشونم نوشته داره از اون کتابی که مرتبط با تصویر بوکمارک، اگه اینطور به نظر میاد. یعنی یکیش مال آفتابگردان‌های کوره که خب اسمشو خیلی شنیدم ولی هنوز نخوندم متاسفانه. یکیش مال مانیفست کمونیسته مال مارکس، اون رو نخوندم هنوز. و شر در اندیشه مدرن. بله من جمله ها رو بخونم بزنیم براتون. اونی که مال شر در اندیشه مدرنه از سوزان آمیشو، نمیدونم تلفظش چجوریه، فهم‌های مدرن از شر همگام با تلاش برای پایان بخشیدن به مقصر دانستن خدا برای وضعیت جهان و پذیرش مسئولیت آن از جانب خودمان پدید آمدند. این مال آفتابگردان‌های کوره. آلبرتو مندس. عادلانه نیست که مرگ اینقدر زود پا به میدان بگذارد، حالا که حتی وقت نشده زندگی زاده شود. از این خوشم اومد. و مانیفست کمونیست. چیزی برای از دست دادن ندارید جز زنجیرهاتان و جهانی دارید برای به دست آوردن. نشر برج هم نشر جالبی. بعد نشر برج و هوپا به هم مرتبطن. نمیدونم برج مال هوپاست یا هوپا مال برجه، ولی به هم مرتبطن و هر دوتاشون هم خیلی جذاب و جالبن. اون آفتابگردان‌های کور رو خوشم اومد، اصلا نمیخونمش، بوکمارکاشون هم قشنگ. بعد یه نشری که اون بار دومی هم که رفتیم ایرانبان هم چک کردیم. ایرانبان هم نشر با مزه، من چند تا کتاب ازشون خوندم، دوست داشتم. بوکمارک خیلی خوشگلی داشتن. مال یه کتابی بود به اسم بندبازان که اینم از اون کتابایی بود که من از خلاصش خوشم اومد. گفته در رویای آزادی خود بودیم، دست همدیگر را میگرفتیم، همدیگر را کشف میکردیم و نمیدانستیم آیا میتوان اسم آن را عشق گذاشت یا نه. اینم جالب به نظر میاد، میخونم. البته من خیلی عاشقانه ژانرم نیست ولی عاشقانه های خوب رو دوست دارم. در نتیجه کتاب مال نشر ایرانبان، بوکمارکش هم خیلی خوشگل بود. اینم از این. بعد یه نشری که من حتما میخواستم چک کنم چون دوستان خیلی هاشون اونجا بودن، نشر تندیسه. من امسال چند تا از دوستان اونجا توی غرفه بودن که حالا به بچه‌هایی که میمدن، بچه‌ها که نه لزومه، به کسایی که میمدن برای خرید مجاوره میدادن و اینا که چی بخرن. برای همین خیلی تندیس برام مهم بود که حتما برم اونجا یه سر بزنم. بعد حالا اون بار اولی که با هم رفته بودیم با اون جمع دوستان، اونجا من به یکی از بچه‌هایی که تو غرفه بود، اسمش محمد حسینه و شاید پیجشون رو اصلا بشناسید، اونا یه پیج فروش کتاب دارن اسمش جزایر سایه است. اگه نداریدشون برید فالوشون کنید، قیمتاشون خیلی خوبه، تخفیفای خوبی میدن. این تبلیغ نیست، میرم ازشون پول میگیرم اصلا بابت اینکه اسمشون آوردم. ولی آره خلاصه با محمد حسین گیر دادم که نمیخوای به یکی از ادمینای خوبتون جایزه بدی، هدیه بدی. جدی بهم یه کتاب داد بچه، این کتاب در مدار از سامانتا هاروی که مترجمش هم آقای ابوالفضل نصریه و من اتفاقا اونجا دیدمشون ولی اصلا حواسم نبود که بدم برام کتابمو امضا کنه. امیدوارم یه فرصت دیگه پیش بیاد.
آره خلاصه بچه رو زور کردم به همه کتاب داد. جانش هم علمی تخیلی، حالا بخونمش حتما معرفی میکنم، ازش میگم. داستانش خلاصه داستانش خیلی جالبه و جایزه بوکر سال 2024 هم برنده شده. بخونم ببینم معرفیش کنم. کار تندیسه دیگه، مال نشر تندیسه. به جز اینا یه سری بوکمارک هم گرفتیم که خیلی جالبن، از این جهت که راستش بوکمارک های تندیس همیشه خیلی زشت بودن. حالا دیگه با صادق باشیم دیگه، و اینا رو واقعا خیلی خوشگل زده. خیلی خوشحالم که داره به این مسئله توجه میکنه که بوکمارکاشو باید خوشگل بزنه. حالا یه سریاشو میدونم مال کدوم کتابن، یه سریاشو نمیدونم مال کدوم کتابن. الان این مال انیسه که از کارهای جدیدشونه و خوشگل هم هست واقعا. این مال تلماسه است، آره دوم، که خیلی اینم قشنگ زدن و عجب کتابی. حالا اتفاقا قراره بخونم براتون، حتما معرفیشو میذارم، یا کلا اگه پیج و چنل رو داشته باشین هرچی بخونم میام تعریف کنم. این مال گستره است که جدیدن که نه البته، ولی داره جلوه بعدیش میاد بعد مدت ها. خیلی اینم خیلی بهش تعریف شنیدم. حالا من میگم خیلی علمی تخیلی خون نیستم، ولی خب این ستا رو نمیدونم مال چه کتابیه. اگه شما میدونید به هم بگید. من نمیتونم مال چه کتابیه، ولی خیلی خوشگله. آفرین به تندیست که داره بوکمارک های قشنگ میزنه. بعد اینم از تندیس دیگه. آره و یه نشر دیگه هم که خیلی دوست داشتم برم سر بزنم، نشر آذرباده، چون که امسال یه سری کارهای خیلی خوب از کینگ زد که یه سریاشون همین تازگی ها چاپ شدن. دوستشم برم سر بزنم و اونجا آقای قاضی هم دیدیم که مترجم کتابای کینگ هم که آذرباد زده. امسال خیلی از کینگ کتاب اومد و این نشرهای خیلی غیر منتظره هم کار کردن. من واقعا فکر نمی‌کنم چشمه بخواد کارهای کینگو بزنه، چون خب خیلی آدم یه تصور کلی از هویت هر نشر داره دیگه، و خب کینگ هم کاراش خیلی وحشت و فانتزی و علمی تخیلی و اینا، و همین خیلی توقع نداشتم که مثلا نشر مثل چشمه بخواد بره سراغش، یا نشر مثل نیماژ بره سراغش. ولی خب امسال ازش کتاب زدن و خیلی جالبه، عجیبه که یهو انقدر کینگ بولد شده. البته من خوشحالم، به هر نویسنده مورد علاقمه، هرچی بیشتر ازش کتاب چاپ کنم من خوشحال‌تر میشم. ولی خیلی برام جالب و عجیبه که یهو خیلی نشر رفتن سراغش. ولی آره متاسفانه جلدایی که چشمه براش زده خیلی خیلی زشتن. خدا منو ببخشه، ولی خیلی خیلی زشتن متاسفانه جلدایی که زده براش چشمه. ولی حالا انشالله ترجمهش خوب باشه دیگه، نداره. بعد چشمه درخششو زده و میزری که البته ترجمه شده مصیبت. بعد مثل این که قراره بقیه کتاباش هم به مرور چاپ کنن. حالا ایشالله که کاورهای بعدی رو قشنگتر بزنن ایشالله. ولی آره اگه کینگو نمیشناسین یا نمیدونین با کدوم کتاباش شروع کنین، من یه ویدیو خیلی مفصل و جامع و کامل دارم در موردش. اگه دوست داشتید برید نگاه کنید، یه سر بزنید. کامل گفتم که از چه کتابی شروع کنید، هر کتاب کدوم ترجمهش بهتره، همه چی گفتم خلاصه در مورد کینگ، چون نویسنده مورد علاقه. حالا آذرباد که رفتم، من از بخش مجازی آذرباد 3 کتابی که جدیداً از کینگ زده بودن رو خریدم. یکیش که هنوز نرسیده به دستم، ولی اون 2 تای دیگه ای که خریدم رسیدن و خیلی خوشگلن و میخوام الان بهتون نشون بدمشون. یکیشون منطقه مرده است که به طور جالب انگیزی الان از این نمیاد بیرون. لحظه بایستیم ببینم. با نمیاد بیرون خواهد بکنم. منطقه مرده یه بوکمارک هم باهاشه با یه پیکسل، مثلا از این درش بیاریم. خیلی قشنگ زده اینو واقعا، بسیار بسیار زیبا و جکت داره زیرش این شکلیه. هی نه خیلی خوشگل کار کردن واقعا. و خب ترجمه آقای قاضیه که ما از ترجمه‌شون مطمئنیم. اینم بوی خوبه میده، یکم بوی چسب میده ولی بوی خوبه میده. بعد بزنم سر جاش خب نشه، پاکتش خراب نشه. هی
نیفته. این از کارهای خیلی معروف کینگه. حتما در اسرار وقت میرم سراغش. من راستش مطمئن نبودم که بخوام کتابایی که جدیدن از کینگ ترجمه شده رو بخرم، چون خب من یه مدتیه که خیلی هاشو انگلیسی خوندم، بعد یه جورایی انگار عادت کردم به اینکه مستقیما خود قلم خودشو بخونم، حالا بدون اینکه دیگه واسطه مترجم پیش بیاد. ولی خب من از ترجمه های آقای قاضی مطمئنم، برای همینم دوست داشتم که اینا رو ترجمه داشته باشم و با خیال راحت خریدم دیگه. مطمئن بودم که تا حد ممکن ترجمه به متن اصلی نزدیکه و همین ارزشش رو داشت که بخوام برم سراغشون. حیف که اون موقع نرسیده بودن به دستم که رفتم نمایشگاه، وگرنه حتما به خودم میبردم که برام امضا کنن. متاسفانه نشد. این حالا راستی یه بوکمارک هم باهاش هست با یه پیکسل. بوکمارکش ددزون، منطقه مرده و پیکسلش بود. جدیدن خیلی اتفاقی دارم زیاد با ترامپ مواجه میشم. نمیدونم چرا. یه سریالی دارم میبینم که شاید دیده باشین، American Horror Story، که فصل 7 من و یه حالتی مرتبط با انتخابات اون دوره‌ای که ترامپ مقابل هیلاری بود. بعد این از اون و الانم که این خیلی جالبه. نمیدونم چه خبره ولی بامزه است این مسئله. بعد اون یکی کتابی که خریدم از آذرباد که اونم گفتم کینگه. کمک دیگه نمیاد سلام نمیخواد جعبش پاره کنم. جعبه ها استفاده های عجیب میکنه، به دردم میخوره. یا بیرون. لا اله الا الله. جدی نمیدی بکن. خب بعد اون یکی کتاب اینه، کوجو دیگه، اگه ایشالله تلفظشو درست بگم. منبر بیاریم. این هم خیلی خوشگل دادن یا خیلی قشنگ زدن واقعا. این هم بعد جاکت داره زیرش. اینه یا خیلی خوشگل کار کردن واقعا. بعد این دوتا کتاب هم مرتبطن، کوجو و منطقه مرده. ما کم داره. اینم بکنیم. این کمتر بیچسب. نمیدونم موافقه با من یا نه، ولی کتاب نو کلن ورقه های کتاب بوی جنگل میده. نمیدونم با موافقه یا نه، ولی من هر دفعه که اینا رو بو میکنم قشنگ احساس میکنم روی درخت میدن. خیلی بوی خوبه، خیلی دوست دارم بوشونو. جکتش هم حالا اینم پشتشه، میخوام جلوش و پشتش جکتشو بذاریم خراب نشه. اینم از آذرباد. این میگم یه دونه دیگه هم هست میذاری که اون هنوز نیومده، اونم بیاد نشونتون میدمش حتما. این شد کتابای آذرباد. حالا تا بعدن که ایشالا میذاری بیاد خیلی خوشحالم. خیلی هم هیجان زدم که بخونم ببینم چه خبره. الان اینجا تقریبا همش کینگه. حالا اون وسط یه سری کتاب دیگه هم هست ولی تقریبا همش کینگه. اینا هم قرار دارم اضافه کنم. عدد کتاب خونم نمیدونم معلومه یا نه، ولی خیلی دیوونه خونه است در حال حاضر. من حالا ندارم مرتب کنم واسش بخوام، منتظرم ترم تموم شه بعد سر فرصت بشینم مرتب کنم. اگه دوست داشته باشین میتونم ازش ویدیو بگیرم، هم یه تور کوچولو باشه از اینکه چه کتابایی دارم و اینا، هم اینکه مرتبش کنم بیچاره رو، اینا رو جا بدم. اونجا هم کتاب هست. این پایین رو اگه یکم مرتب کنم دانشگاه ان شاءالله تموم شه، وسایل هنری ها رو از اونجا جمع کنم، میتونم اونجا هم کتاب بذارم. این بیچاره ها از این به خانمانی در بیان. اینم خلاصه از آذرباد. بعد میگم خیلی نشر دیگه همتون چک کردید.
رو شخصیت گرفته. یه تخفیف خیلی خوب گرفته. ویدیو بگیر دست بگیرم. کسه هیچی نخریده؟ کسه هیچی نخریدی؟ خیلی دیگه خرید نکردم من. عمده خریدای من همینه بود که بهتون نشون دادم. اکثرا هم در راستای تکمیل مجموعه بود، چون کتاب جدید شروع کردن، مجموعه جدید شروع کردن الان خیلی ریسکش بالاست، چون مثلا الان تو جلد اول می‌خرید چه می‌دونم 700,000 تومان و جلد دوم 6 ماه دیگه میاد 2 خورده ای. واقعا خیلی ریسکیه بخوای که مجموعه جدید شروع کنی. و بعد ما که برای این کارا رو می‌کنیم، یعنی نکنیم نمیشه دیگه. بگم بهمون نمیگفتن کتاب خونه که این کارا رو نمی‌کردیم، ولی خب واقعا کتاب خیلی گرون شده. نمیدونم دیگه چیکار می‌خوایم بکنیم. واقعا من که دیگه دارم میرم سمت الکترونیکی، یعنی واقعا به صرفه تر دیگه، خدا وکیلی. حالا چه انگلیسی چه ترجمه فارسی، واقعا الکترونیکی به صرفه تر. کتاب چاپی رو متاسفانه از یه جایی به بعد داره تبدیل میشه به کالای لوکس. این خیلی ناراحت کننده است واقعا. یعنی دیگه تفریح ساده تر از کتاب خوندن چی داریم واقعا که بخوای بابتش این همه هزینه کنی. الان تندیس هم یه کتاب جدید از کینگ زده، زیر گنبد، که 2 جلدیه. یعنی 2 جلدی نیست، یه جلده که 2 بخشش کردن و حالا خدا وکیلی حجمش زیاده ها، یعنی قیمتش به حجم کتاب میاد، ولی خب 1,700. یه دونه کتاب 1,700. این بونی که امسال برای دانشجوها میدادن 1 تومن بود. این شما 1 تومن خرید میکردی 500 تومن میدادی، 500 تومن دولت میداد. الان اون 1,700، یعنی من اگه میخواستم خرج یه دونه کتابشم بکنم نمیشد دیگه، با بون 1 تومنی هم نمیشد اونو خرید. دیگه آدم میمونه چی بگه واقعا. میگم کم کم داره کتاب چاپی حذف میشه، از اینم داره از سبد خانوارا حذف میشه، این کالای فرهنگی حذف بشه دیگه هیچی دیگه. میگم واقعا ساده تر از کتاب خوندن چی داریم؟ هیچی. بعد جو نمایشگاه هم باحال بود، بد نبود. میگم من خب برام از اون لحاظ دوست داشتنی بود که دوستامو دیدم تو خیلی از غرفه ها، توفق دوستامو دیدم، تو تندیس که میگم دوستامو دیدم، بعضیشون رو مجازی میشناختم، برای اولین بار حضور دیدم، خیلی برام جذاب و هیجان انگیز بود دیدنشون. بعد از این لحاظ خیلی بهم خوش گذشت. خیلی دارم میخواستم ببینم ولی متاسفانه نشد، چون فرصتم محدود بود، نمیتونستم زیاد بمونم. بعضی رو نشد ببینم
که حالا یا تو غرفه بودن یا اون روز نمایشگاه بودن، متاسفانه نشد ببینمشون. امیدوارم یه فرصت دیگه پیش بیاد حتما. بعد دیگه آره دیگه، حالا امیدوارم که براتون جالب بوده باشه این ویدیو. به من که خوش گذشت. میگم خیلی دوست داشتم زودتر برگردم. این میگم یوتیوب خیلی خوبه چون اجازه میده که تو طولانی حرف بزنی و راحت حرف بزنی. خیلی دوست دارم این فضایی که به آدم میده رو. نمیدونم حس شما چیه، ولی آره دیگه امیدوارم که اون حس خوبی که از نمایشگاه گرفتم و اون که بهم خوش گذشته رو بهتون منتقل کرده باشم. حالا که تونسته باشیم بیاین، چند فرصتش نشده باشه که بیاین، امیدوارم اگه دوست دارین که حضوری یه بار بیاین براتون فرصتش فراهم بشه. با مزه حضور توی نمایشگاه، حالا دوای این حاشیه ها و ایناش، در کل با مزه است. توی فضای قرار میگیری که اطراف یه عالم کتاب هست. خیلی هیجان انگیزه. آره خلاصه امیدوارم که براتون جالب بوده باشه این ویدیو، بهتون خوش گذشته باشه. نظرتون رو برام بنویسید حتما. اگه دوست داشتید لایک کنید، اگه تازه اینجا رو پیدا کردید سابسکرایب کنید. من ملیکانم، اینجا در مورد کتابا حرف میزنیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.